اول، بودا هزاران دست را نمایش می‌دهد. بودا هزاران دست را نمایش می‌دهد اولین سری تمرین‌های فالون دافا است. نکته اصلی این تمرین کشش بدن برای باز کردن تمام کانال‌های انرژی است. افرادی که تازه تمرین‌ها را شروع کرده‌اند، پس از انجام این تمرین می‌توانند خیلی سریع انرژی کسب کنند. تمرین کنندگان قدیمی می‌توانند به سرعت پیشرفت کنند. این تمرین در همان شروع می‌تواند تمرین کنندگان را قادر سازد تا در سطحی بسیار بالا تمرین کنند و خیلی سریع تمام کانال‌هایشان را باز کنند. حرکات این تمرین بسیار ساده هستند. یک راه بزرگ، ساده و آسان است. اگرچه حرکات ساده هستند، اما در سطح کلان چیزهایی را که باید از طریق این تمرین پیشرفت کنند، کنترل می‌کنند. وقتی شخص تمرین بودا هزاران دست را نمایش می‌دهد را انجام می‌دهد، بدنش احساس گرما می‌کند و میدان انرژی بسیار قوی می‌شود. این توسط کشیدن و باز کردن تمام کانال‌های انرژی در سراسر بدن به وجود می‌آید. هدف آن رفع انسداد مناطقی که انرژی مسدود شده و چرخش آزاد و هموار انرژی است و اینکه انرژی درون بدن و زیر پوست را فعال کند تا به طور پرتوان در جریان باشد و اینکه مقدار بسیار زیادی انرژی را از کیهان جذب کند. در عین حال تمرین کننده را قادر می‌سازد تا به سرعت وارد حالت میدان انرژی چیگونگ شود. این تمرین به عنوان تمرین بنیادین فالون دافا انجام می‌شود و معمولاً ابتدا این تمرین انجام می‌شود. این تمرین یکی از روش‌های تقویت عمل تزکیه است. بهتر است این تمرین 3 بار پشت سر هم انجام شود. 身神合一，动静随机，顶天独尊，千手佛力。 اجازه دهید نگاه کنیم استاد لی بودا هزاران دست را نمایش می‌دهد را آموزش دهد. آماده شدن. به طور طبیعی بایستید. پاها به اندازه عرض شانه‌ها باز باشد. تمام بدن را راحت نگه دارید اما نه خیلی شل. زانوها را کمی خم کنید. زانوها و رانها را راحت نگه دارید. فک پایین را کمی به عقب بکشید. نوک زبان را به سقف دهان بچسبانید. بین دندانها کمی فاصله بگذارید. لبها را بسته و چشمها را با آرامی می‌بندید. چهره آرام داشته باشید. دستها هنگام حرکت مکانیزم انرژی را دنبال می‌کنند. هر دو دست در حالت لوتوس باشد. این آماده شدن را قبل از تمرین‌های دیگر نیز مراعات کنید. جین. کف دستها را به طرف بالا نگه دارید. نوک انگشت‌های شست کمی با هم در تماس باشند. 4 انگشت دیگر را به هم وصل کنید و روی 4 انگشت دست دیگر قرار دهید. برای آقایان دست چپ رو می باشد و برای خانم‌ها دست راست. یک بیضی را شکل دهید و در قسمت پایین شکم نگه دارید. آرنج دست‌ها کمی به طرف جلو قرار دارند به طوری که زیر بغل‌ها خالی باشد. در طول تمرین‌ها دست‌ها را در فاصله 10 سانتی یا 3 اینچی از بدن قرار دهید. با آرامی دست‌ها را از وضعیت جین یا حالتی که دست‌ها به هم وصل هستند بالا بیاورید. در حالی که دست‌ها را بالا می‌آورید، پاها را به تدریج صاف کنید. وقتی دست‌ها در مقابل صورت قرار گرفتند، آنها را از هم جدا کنید و کف دست‌ها را به تدریج به سمت بالا بچرخانید. وقتی دست‌ها به بالای سر رسیدند، کف دست‌ها به طرف بالا هستند. نوک انگشتان هر دو دست به طرف همدیگر قرار دارند. در این لحظه سر را به بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید و تمام بدن را محکم بکشید. کف دستها را به بالا فشار دهید. این کشش را تقریباً 2 تا 3 ثانیه ادامه دهید. بعد از آن همه بدن را یک دفعه رها کنید. کف دستها را به طرف بیرون بچرخانید به طوری که یک قیف با زاویه 140 درجه را شکل دهد. مچ دستها را صاف کرده و همزمان به پایین بیاورید. وقتی دست‌ها در مقابل سینه رسیدند، کف دست‌ها به سمت سینه و در فاصله 10 سانتیمتری سینه هستند. وقتی دست‌ها در مقابل قسمت پایین شکم رسیدند، دست‌ها را بچرخانید تا پشت دست‌ها مقابل یکدیگر باشند و بلافاصله آنها را به طرف سینه بالا ببرید و به حالت هوشی در بیاورید. وقتی هوشی را انجام می‌دهید، انگشتان و کف دست‌ها را به یکدیگر فشار دهید به طوری که وسط آنها یک فضای خالی ایجاد شود. آرنج ها را بالا نگه دارید
به طوری که ساعدها در خطی مستقیم قرار گیرند. دستها را از هم جدا کنید، مثل اینکه یک توپ در دست است و آنها را در جهت خلاف یکدیگر بچرخانید. آقایان دست چپ را به طرف سینه بچرخانند، خانم‌ها دست راست، به طوری که دست چپ آقایان روی دست راست قرار گیرد و برای خانم‌ها دست راست روی دست چپ. سپس ساعد و بازوی دست بالایی را به طرف بیرون ببرید. کف دست به طرف پایین است و کمی سر را بالا ببرید. آقایان دست راست و خانم‌ها دست چپشان در مقابل سینه می‌ماند، در حالی که کف آن به سمت بالاست. پس از اینکه بازو را باز کردید، به تدریج تمام بدن را بالا بکشید. سر را به طرف بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید. حدود 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را شل کنید. هر دو دست را در مقابل قفسه سینه به صورت هوشی ببرید. همین حرکت را در جهت دیگر تکرار کنید. هر دو دست را در مقابل قفسه سینه به صورت هوشی ببرید. از حالت هوشی بازوها را به طرفین بدن دراز کنید تا دستها با شانه‌ها یک خط راست را شکل دهند. به تدریج تمام بدن را بالا بکشید. سر را به طرف بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید. حدود 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را رها کنید. هر دو دست را در مقابل سینه به صورت هوشی ببرید. دستها را از هم جدا کنید و همزمان به طرف پایین در مقابل بدن ببرید. وقتی بازوها صاف و موازی هستند، باید با بدن زاویه 30 درجه را شکل دهند. به تدریج تمام بدن را بالا بکشید، سر را به طرف بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید. 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را رها کنید. هر دو دست را در مقابل سینه به صورت هوشی ببرید. دستها را از هم باز کنید و همزمان آنها را مایل به پایین به دو طرف بدن ببرید. وقتی دستها در دو طرف بدن قرار دارند، بازوها را صاف کنید. یک زاویه 30 درجه با بدن درست کنید. سر را به طرف بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید. 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را رها کنید. دست‌ها در مقابل سینه به صورت هوشی قرار می‌گیرند. دست‌ها را از هم باز کرده و همزمان به طرف پشت بدن ببرید. کف دست‌ها را به طرف پشت بچرخانید. وقتی دست‌ها به پشت رسیدند، تمام بدن را بالا بکشید. سر را به طرف بالا و پاها را به زمین فشار دهید. حدود 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را رها کنید. هر دو دست را در مقابل قفسه سینه به صورت هوشی ببرید. دستها را از هم باز کنید و با کف دست به جلو هل دهید. نوک انگشتان به طرف بالا هستند و بازوها به ارتفاع شانه ها. وقتی بازوها کشیده شدند، سر را به طرف بالا بکشید و پاها را به زمین فشار دهید. 2 تا 3 ثانیه بدن را بکشید و بعد از آن تمام بدن را رها کنید. هر دو دست را در مقابل قفسه سینه به صورت هوشی ببرید. به آهستگی دستها را به طرف پایین بیاورید. کف دستها به طرف شکم باشند. وقتی دستها به منطقه پایین شکم رسیدن، آنها را روی هم قرار دهید. برای آقایان دست چپ داخل است و برای خانم‌ها دست راست. کف یک دست به طرف پشت دست دیگر قرار می‌گیرد. فاصله بین دستها و دست با زیر شکم حدود 3 سانتی متر باشد.
برای مدتی در این حالت بمانید. سپس جیم